کی منو بهتر میشناسه خوش اومدید. اما این بار با رضا بازی به این شکلی که رضا از ما سوال میپرسه. پارت دو توضیح داد اگر نفهمیدیم دیگه نمیگه پارت یک اینجایه، پارت دو اینجایه. این سه تا پارت پشت سر هم ضبط کردیم. ببین پیاز پارت یک پر بود الان داره خالی میشه. یعنی توی یک حاجی این دوتا یعنی بریم اون دوتا پارت نگاه کنیم. الان ما فهمیدیم رضا تو داخل دوتا پارت زنجیگری کرده و از جاها پیازا رو یه کار دیگه کرده. به جایی که بخوره شیاف کرده. ای کس نگاه کنیم حاجی بیشترین پیازا رو من خوردم. از اون بیشترین پیازا 3 دفعه کلا گذاشتم تو دهنم نخوردم. بکیرم الان من چیکار کنم؟ رضا میاد از اون سوال میپرسه، ما میایم پیاز برمیداریم. اگه اشتباه جواب بدیم هر کدوم اشتباه جواب بدیم پیاز میخوریم. نه اگه هر دو تا اشتباه بگیم میخوریم ولی هر دو تا درست بگیم من میخورم. نه دیگه از اول میگم نه این موقع میخوریم همیشه اینجوری میگیم. الان گو خورد با تو با من چه خورد؟ خب رضا شروع کن بپرس اول. رنگ چی من چیه؟ رنگ چی من چیه؟ رنگ مورد علاقه من چیه؟ قرمز. سفید. خودش باید بخوره دیگه. خیلی نه اون باید بخوره دیگه. خب بذار بهش برم. خیلی آجی ناشید شد. بیا دست نزن پیازیه. بپرس دیگه. بخورم بپرس. چیه؟ بهترین ماشین توی ایران که من خیلی دوست دارم. ماشین خود پژو پرس. فورد لاشیا نباید میپرسی. حاجی خیلی نصفشه باز. خب بپرس. خیلی زویه بود مشخص. حاجی بهترین ماشین که من دوست دارم تو خارجه. مشخص. لامبورگینی؟ تو؟ نه ببخش رولز رویس. خود تو؟ رویز رو اشتباه. نه آقا همتون هماهنگی بکنیم دیگه. بیم. خب ببین میتونی یه کاری هم کنی. بین این دوتا ماشین که ما گفتم اونی که بیشتر دوست داری رو بگو. اونی که بیشتر دوست دارم امیر محمد در رولز رویس ولی در اصل دو چلنجر. بشی یادم نمید. تو باید چی خوردی؟ راست حاجی حالا سوال بعدی. بهترین موتوری که من دوست دارم. نگاه کن نام کاملا. نام کامل. بنلی سیستم. اشتیار. چی؟ نام کامل. اشتیار من نمیدونم. من فهمیدم از موتور چیزن اشتیار. فاضل نزدیکتر گفت. توی. خب اونی که فاضل میگه خب بیشتریات ها نامشناسین اینی که هم خیلی مزند ناراحت نشه. خب نینجا من نخواستم کاوازاکی نینجا نینجا کاوازاکی نینجا H2R. یکی بعد از اونم نه بعد از این چقدر؟ بعد از اونم سیویه. الان من چیکار کنم؟ بهترین چی که من بهترین کارت گرافیک خیلی دوست دارم چیه؟ واسه سر در نمیاره. ماشین سر در نمیاره. من میگم آرتیکس ایسوس 580 چیه؟ چی؟ 5080 و 5090 داداش. من نزدیکتر. آجی من چی اسمش کفشی که خیلی دوست دارم نام کامل کفشی که دوست دارم من نمیدونم. نایک طرح گلف. چی؟ نایک طرح گلف. جردن نایک جردن. گفتن که نایک جردن طرح گلف خیلی جوره. اصلیش نایک تراویس طلا تراویس جردن
جردن وایده. خب اصلش اینه. حالا شما دوتا نمیدونم کدومتون نزدیکتر گفتید. من گفتم گلف دیگه. اون بنده خدا زیاد خورده یک دونه تو. تره گلف از مال منه دیگه. سلامتی رفیقا. داش به اون میگن جرده. نه دیگه جردن تره گلف. در گلف میگن واید میگن. نه داداش. گر ما ز سربریدگی میترسیدی دوست داری؟ داریم چیه؟ اونی که قصد داری بخری رو بگم. ها؟ که قصد نه از همه دوست دارم. دوست دارم. اونی که قصد دارم بگیرم به خاطر مثلا مالی و اینه. خب و اینه اگر مالی نبود من خیلی از اون بهترش میگرفتم. بپرس. S25 اولترا. تو بود؟ کوکو. پوکو چی خب؟ اون شیائومی ردمی نوت 7 ردمی نوت 17 پرو مکس هست. آفرین فضل درست تو. ناموسا S25 اولترا رو به ردمی نوت 17 ترجیح میدی؟ مینوت رفیقم که شیائومی داره. رد مینوت 17 نه. شیائومی اصلا سامسونگ رو به شیائومی ترجیح میدی؟ دادا شیائومی همون 17 پرو مکس میگه با آیفون 17 برابری. من اگر مثلا خب من اگر می‌خواستم یک شغل بردارم برای خودم بزنم چه شغلی برام داشتم می‌زدم؟ شغلی به کار بزنی گرافیک. نگاه رضا یک چیزی میزنه که بفروشه. خب الان اون چیزی که میخواد بزنه همچین حالت کاربار فروشیه. خب این نیست. بس میگه اون چیزی که دوست دارم، نمیگه به خاطر توانم. رضا الان اگه بخواد یک شغل بزنه احساس میکنم از این فروش لوازم کامپیوتری اینا هست. لوازم آجی من دارم خودم باید پیاز بخورم. هر دو تا تنم اشتباه بود. چی بود؟ بمبای ماشین بزنم. بمبای بمبای اینا پوش از این میزید بریم. باشو اپوزول اکورت همه بریم. خب مشکلی نتونه تو فضا راه بدن. خب راه هم بدن همچی میگیرن اونجا چیزت میکنن نداره چیز چی. بهترین لبی که بخوام برم بگیرم چیه؟ خیلی دوست دارم. دقیقا همون سالایی که اون من بلد نیستم. به من چه؟ یه چیه برنده دو تا شانس بده. خب خب هر کدوم تا دو تا شانس. اونی که الان بودجه مالیش هم داری مثلا گفتی گیمینگ میخوام بخرم. نه بودجه مالی نه. دوست دارم خیلی دوست دارم برم بگیرم. که میگفتی میخوام برم بگیرم به من اون نیست. نه آقا یه از برند اشپی نیست. آره جان از برند اشپی نیست. برند اون شهرم نمیتونه برند HP اونایی که پدر واجد اینم حرف این اصلا خیلی حرفش واجبه. یک دو دقیقه سر الو اینجا الان میگفتی میخوام برم بگیرم به من اون نیست. نه آقا یه از برند اشپی نیست. آره جان از برند اشپی نیست. برند اون شهرم نمیتونه برند HP اونایی که پدر واجد اینم حرف این اصلا خیلی حرفش واجبه. یک دو دقیقه سر الو اینجا الان تاف گیمینگ ایسوس. تاف گیمینگ ایسوس تو من نمدانمه یه سرچ نه بگو یه سرچ بکن نه بگو یه سرچ بگو دیگه 8 گزینه رو میگم. تاف گیمینگ ایسوس LQ لنوو HP گیمینگ از من ایسوس دیگه رو لنوو تو منم LQ لنوو. همه چی نگی دیگه جدا جدا من یکی. گفته بودم تو چی میگی؟ لنوو لنوو توفتون روحتون برای همون ایسوس بود دیگه. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. مردی ما رو روی چشمتون چی میگم لایک و ساب فراموش نشه. با دارتونا همراه باشید.